سلام فرید خانم. سلام عزیزم. جمره یکم مریضه، سر و صدا نکنیم. مامان ایلول ما رو ببینه خیلی خوشحال میشه نه؟ آره دخترم. بازم مثل سیندرلا برگشتیم تو این خراب شده. آرومتر، نمیبینی بیچاره خوابیده؟ چی کار کنم؟ از گرسنگی چشام نمیبینه. اوه، دانش آموزای ثروتمند من، خوش اومدین. ای این دختر اصلا حالش خوب نیست. دختر قشنگم، ببین برات شکلات آوردم، بگیر بخور، سر حال میشی. وای شکلات. اوه چرا فقط به اون میدی؟ پس ما چی؟ از صبح تا حالا هیچی نخورده. میمیری حسودی نکنی؟ یه دختر خانم اینطوری حرف نمیزنه، در شأن شما نیست. دختر خانم؟ خاله هدیه منو نخندون. این حرفو نزن دخترم، شما هنوز بچه این، شما رو من بزرگ کردم، به وقتش جاتون رو عوض کردم. وقتی مریض شدین تا صبح بالا سرتون بیدار موندم. خاله هدیه، مامان ایلول اومده دیدنش. وای چه خوب، مامانت سورپرایزت کرده. دخترم بیا بریم، بیشتر از این منتظرش نذاریم. ای بابا ایلول. نمیخوام ببینمش. نمیخوام بره دیگه، بر نگرده. من الان برم اینطوری بهش بگم؟ دقیقا همینو بگو. مطمئنی؟ وا بس دیگه. آره مطمئنه، نمیخواد ببینتش، تصمیمشو گرفته. خیلی خوب باشه. کار خوبی کردی. الان یادش افتاده که مادره. تو مسائل خانوادگیش دخالت نکن، سرت به کار خودت باشه. ببین بازم طاقت نیاورد، داره یواشکی به مامانش نگاه میکنه. خدایا این چه زندگیه؟ مادر بچه‌شو ول میکنه ولی ما نمیتونیم اونا رو ول کنیم. دخترم چه انتظاری داشتی؟ خب اون بچه هم حق داره. خیلی هم مثل تو هستن که بچه هاشونو میارن و خودشون میرن. ما هم همیشه میگیم حتما یه دلیلی دارن، ولی خب بچه ها نمیبخشن. مامان منتظر چی هستیم؟ چرا خواهرم نمیاد؟ دخترم یه لحظه صبر کن. برو که اسفناج درست کردم. ایلول خیلی دوست داره، میشه بهش بدی؟ بشرا خواهری، خواهری جونم، خیلی دلم برات تنگ شده بود. منم همینطور عزیزم. خواهر جون تو کجا میمونی؟ اتاقتو بهم نشون بده. بیا نشونت بدم. بیا تو. نازان به این خدمتکاره یه تذکر بده، بگو لباسا رو درست اتو کنه. ببین همه جای لباس چروکه. خیلی خوب، دوشنبه بیرونش میکنم. من بهت گفتم بیرونش کن. همین که بهش تذکر بدی کافیه. حتما باید بدترین کار رو انجام بدی. بیا و خوبی کن. خیلی خوب، بیرونش نمیکنم. لباساتم خودت اتو کن.
چه خبر پسرم؟ خبری نیست بابا. انگار از یه چیزی ناراحتی. چی شده؟ امروز با جمره صحبت کردم. اصلا حالش خوب نیست با این اتفاقایی که براش افتاده. حق با توی پسرم، خیلی دردناکه. آی به غیر از شما هیچ کس ناراحت نیست. ببین دیگه هیچ کدوم از فامیلاشون حاضر نشدن مسئولیتشو به عهده بگیرن. فقط فامیلاشون ماما؟ آدمایی که انتظارشو نداشتیم هم بهش پشت کردن. نازان من دلم راضی نمیشه. حداقل آخر هفته بچه رو بیاریم پیش خودمون. برای چی باید بیاریم؟ اون دختر دوستمونه، کنار ما بزرگ شده. البته اگه باید بیاری. من سنگدلم توفیق، واقعا که من حتما یه چیزی میدونم دارم میگم. اون دختر دیگه جمره سابق نیست. تو همین مدت کم رفتار شبیه دخترای اون پرورشگاه شده. سبک شده، یه جوری شده، عجیب غریب رفتار میکنه. یعنی چی ماما؟ یه دقیقه دختره رو فروختی؟ پسرم من چون به فکر شما هستم دارم میگم. من خیلی زحمت کشیدم که شما بچه‌های خوب و با تربیتی باشین. ما با تربیتیم؟ مامان ما خوبیم؟ بی خیال. بابا ما رو پلیس گرفته بود. چی؟ این خانم کوچولو کیه؟ بشرا خواهرمه. جدی؟ خوشبختم. منم فریده هستم. اومدم اتاق آبجی ایلول رو ببینم. البته اگه ممنون نیست. نه نیست، هر جا خواستی میتونی ببریش. تو تنها اومدی؟ نه با مامانم اومدم، اون بیرون منتظر. خب برین. بچه ها خواهرم بشرا. فسقلی تو چقدر نازی. ببین من سوگلم، اینم ساغره، خوشبختم. اونم ماراله، اینم جمرس. تو که گفته بودی دیوارمون صورتیه، ولی اینجا که توسی. آره گفتم اما صورتی بود، صورتی بود. ببین رخت خوابمونم هنوز صورتیه. بعد دیدیم همه جا صورتیه، گفتیم دیوارا رو توسی کنیم. هر وقت دلمون بخواد رنگ اتاقو عوض میکنیم. مگه نه ساغر؟ آره ما همیشه رنگ اتاقمون رو عوض میکنیم. پرده های گلگلی داشتیم، رو زمینم فرش رنگی داشتیم، حتی اینجا هم یه آینه بزرگ داشتیم. اونم صورتی بود؟ آره صورتی بود، ولی بعد ازش خسته شدیم انداختیمش بیرون. چرا انداختی؟ بذار من جوابتو بدم عزیزم. چرا انداختیم دور؟ چون احمقیم. انداختیمش دور چون قراره وسایل جدید برامون بیارن. این دفعه آبی خواستیم. آره راست میگن، هر ماه دولت برامون وسایل جدید میفرسته. ما هم هر وقت خسته شدیم میندازیمشون دور. از دست اینا. لکت خیلی خوش رنگی. دوست داری برای تو هم بزنه؟ فقط یه دور چون تموم میشه. هر چقدر که دوست داره. مگه نه خواهر جون؟ خیلی خوب، بیا برات بزنم. سوگل ممنونم. این چه حرفیه رفیق؟